بسم الله الرحمن الرحیم. پس از 3 روز رحلت پیامبر محبوبمون محمد صلی الله علیه و سلم، ابوبکر رضی الله عنه نزد مادرمون عایشه رضی الله عنها آمدند. حالشان را پرسیدند و گفتند: ای دخترم عایشه، آیا کسی هست که سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را همان قدر مکمل اجرا کرده باشد به مثل من؟ حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند: نه پدرم، شما تمام سنت ها را کاملا اجرا کرده اید. حضرت ابوبکر رضی الله عنه باز پرسیدند: دخترم، به نام خدا بگو، آیا من تمام سنت ها را اجرا کردم؟ حضرت عایشه رضی الله عنها گریه کردند و گفتند: پدرم، چون به نام خدا سوگند خورده اید، میگویم یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که به من گفتند: ای عایشه، به هیچ کس نگو در نزد بازار عرب خانه بود و در آن یک پیر یهودی 80 ساله زندگی میکرد که کور و تنها بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر شب بعد از نماز تهجد، وقتی همه خواب بودند، به خانه آن یهودی می رفتند، او را تازه کرده لباسهایش را می شستند و او را غذا می دادند. این را شنیده حضرت ابوبکر رضی الله عنه بعد از نماز تهجد به خانه آن یهودی رفتند. هنگامی که وارد خانه شدند، دیدند که 3-4 روز است که هیچ کس خبر نگرفته است و حالت آن پیر خیلی بد بود. ابوبکر رضی الله عنه فوراً به کار در آمدند. خانه را تازه کردند، پیر را شسته لباسهایش را عوض کردند، به او خوراک دادند. پس از همه کارها گفتند: من میروم پدر. پیر دستان ابوبکر رضی الله عنه را داشته و پرسید: تو کیستی؟ ابوبکر رضی الله عنه گفتند: من یک بنده ام ای پدر، همان کسی هستم که هر روز به حالتان می رسیدم. پیر گفت: تو دروغ میگویی. ابوبکر رضی الله عنه پرسیدند: چرا چنین میگویید؟ پیر گفت: زیرا تو با من سخت‌تر رفتار کردی، هم هنگام شستن، هم هنگام پوشاندن، حتی وقت خوراک میدادی. کسی که 3 روز پیش می آمد، مرا با نرمی و مهربانی نگاه و بین میکرد، هنگام شستن، پوشاندن و مخصوصا هنگام غذا دادن. او خوراک را خودش میخواهید و سپس به من میداد. او بوی داشت که تمام سرزمین عرب چنین بو ندارد. ابوبکر رضی الله عنه گریه کردند. پیر ادامه داد: اگر آن شخص تو باشی، پس چرا 3 روز نآمدی؟ یا تو هم به سحر آن جادوگر گرفتار شدی؟ ابوبکر رضی الله عنه پرسیدند: کدام جادوگر پدر؟ پیر گفت: مگر نشنیدی یک محمد علیه السلام نام دارد، میگوید که کتاب برایش نازل شده است و خود را پیامبر میداند، همه مردم را سحر میکند. ابوبکر رضی الله عنه فریاد زدند: ای پدر، بس کنید. آن شخصی که شما او را جادوگر مینامید بزرگترین انسان بود، محمد صلی الله علیه و سلم. 3 روز می شود که از دنیا گذشتند. همان شخصی که هر روز از حالتان خبر می گرفتند، آن ذات بودند. ببینید که در 3 روز چه حال شدید. پیر شک شد و پرسید: پس تو کیستی؟ ابوبکر رضی الله عنه گفتند: من ابوبکرم. پیر به فریاد گریه کرد و گفت: ای خدا، تو چشمان مرا کور، پایهایم را معیوب آفریده ای، اما قلبم را نیز کور کرده ای. پیر باز گریه کرد و گفت: ای ابوبکر، گواه باش، من گواهی میدهم که خدا یکتاست و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر اوست. و پیر در دست ابوبکر رضی الله عنه جان داد. بینگرید دوستان، ما چه امت بزرگی داریم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.